میدونی چیه؟ دنیا یه آینه بزرگه. هرچی باشی همونه نشونت میده. خوبی، بدی، خنده، گریه، همش بازتاب خودته. ولی اصل سوال اینجاست، مسئولیت آینه ها با کیه؟ ما هی میگیم دنیا اینطوریه اونطوریه، ولی خودمون چقدر مسئول اون چیزی هستیم که تو آینه میبینی؟ اگه ته آینه یه تصویر خسته یا ناراحت دیدی، به جای غر زدن با آینه یه نگاه به خودت بنداز. مشکل از کجاست؟ اون تصویر فقط یه نشونه است؟ یه سیگنال؟ دنیا کار خودشو میکنه، فقط داره بهت میگه که تو چه وضعیتی هستی. حالا میخوای هی با آینه لگد بزنی؟ یا میخوای برای اون چیزی درست کنی که توی آینه داری میبینی؟ مسئولیت آینه را قبول کن، همین الان.